نزدیک 50 نفر کرمکپروران جماعت دهاتی غازیان ناحیه باباجان غفروف به خرمن دولت بیش از 1 تن پیله سپاریدند. سردار بریگادی کرمکپروری جماعت غازیان سپینیسا علیوه میگوید وزن و صفت پیله نظر به سال گذشته خیلی خوب است، زیرا کرمکپروران جماعت از هر یک قوطی کرمکی پرورش کرده تا 30 کیلو پیله به دست آوردند. از این رو آنها به صفت و وزن پیله بهای بهتر را سزاوار دانستند. امسال نسبت سال گذشته بهتر کرمکپروری و شمارشان بسیارتر خیلی من تا قدر امکان آورده سپردوسم پیلشان با حالی معرکه پیلچینی دوام دارد. ما تا آخری موسم پیلسپوری حرکت میکنیم، قریب نزدیک تا 3 تن حرکت میکنیم ده سپردن به. مرحله پیلسپوری در ولایت سوخت از سنه 14 مای آغاز شده است. اولین شده کرمکپروران ناحیه کانی بادام به خرمن دولت 30 تن پیله سپاریدند. کرمکپروران شهر و نواحی ولایت سوخت دوام چند روز است که با کارخانه مشترک ویتنام و تاجیکستان یا خود ویتسیلک پیله می سپارند. امسال همگی 9 تن و 180 قوطی تخم خوشصفت از دولت خیتای به ولایت سوخت وارد و کارکرد کرده شد. از روی تحلیل متخصصان ساحه سال جاری تعداد و صفت پیله نسبت به سال گذشته زیاد است. نزدیک 10 روز این جانب بیش از 80 تن پیله در کارخانه مشترک ویتسیل کارکرد و استحصال می گردد که این 30% نقشه را تشکیل می دهد. پیله صفتش خیلی خوب است، برای آنکه تخم خوشصفت وارد کرده شده است. کسلی ها نسبتا سال گذشته نقض است. از 16 پیله و خوشکنی سر کرده شد تا بعضی از ناحیه کوهی تا با 1 ماه دیگر دوام میکنه. پیله تری سپاریده کرمکپروران سوخت در کارخانه مشترک ویتسیلک خشک کرده می شود. این عمل طریق تجهیزات مخصوص اجرا کرده می شود. این تجهیزات پیله خشککنی استحصال یابانی می باشد. در این تجهیزات در یک مرتبه 1 تن پیله دوامی 5 ساعت در درجه از 60 تا 120 گرادوس پیله خشک کرده می شود. تا امروز به کارخانه مشترک ویتسیلک در ولایت سوخت کرمکپروران 8 شهر و نواحی پیله سپاریدند. کرمکپروران ناحیه دوردستی ولایت باشند بعد 10-15 روز دیگر پیله می سپارند. بنا به گفته مسئولین کارخانه پیشرفت‌ترین ناحیه ها این کانی بادام، سپیتمن، باباجان غفروف و اشت می باشد که هر یکی از 20 تا 30 تنگی به خرمن دولت پیله سپاریدند. از ناحیه کانی بادام آورده ایستاده است، باباجان غفروف، ناحیه سپیتمن، دیواشتیچ، استراوشان، زفرآباد، ماسچاه، اشت آمده ایستاده است. ناحیه کوهی بعد از 10-15 روز باید سر میکنند. مرحله پیله سپاری در ولایت سوخت تا ماه ایونی سال جاری ادامه میکند. در عموم ولایت سوخت باید طبق دورنمای امسال 298 تن پیله استحصال کند. مسئولین باور دارند که نقشه پیش بینی شده اجرا می شود، زیرا کرمکپروران سوخت در مرحله های اولی پیله سپاری خیلی فعال هستند. گزارشی فرزان شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.